سلام و درود، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگر. در اینجا ما اومدیم دوباره با بازی کلش رویال. خب نسبت به ویدیوی قبلی خیلی پیشرفت کردم. خب من قرار بود کاپمو برسونم به 8000. خیلی زیبا رسوندم. وای خیلی کیف کردم. راستش من بیشتر از دو هفته یعنی پشت سرم بازی کردم تا بالاخره تونستم بالای 8000 کاپمو برسونم. 8123 خیلی خوبه. بعد جدا از این والکریمو لول 14 بردم، بعد لامبورجکم لول 15 بردم. خیلی خوبه، واقعا دمیج زیادی میبرن. خب این بشکه گابلینم از 50000 تاش اینجا 10000 تاش پر کردم و اینو هم میخوام ببرم لول 15. جالب میشه. خب من اینجا خب اینم کلی پر کردیم. یه حمله میریم. خب بزن بریم یه حمله با هم بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب واو اینم بلیت طلایی داره، فکر کنم دیگه تکامل جلاد داشته باشه. خب خوک سوار داره، خیلی بد. خوک سوار لول 15. من اینجا این لامبورجک رو میفرستم، این برسه به برجم. خب اینجا باید صبر کنیم احتمالاً حالا من اینم میفرستم ولی احتمالاً باید صبر میکردم. نه اوکیه. اگه این چوب و یه کمان این چیزا نداشت برجش نابود میشه. خب ایوه زد به برج شاهمون. خب بشکه گابلین لول 12. عجیب، خیلی عجیبه واقعا. لول 12 روت میشه لول 12. الان میفرسته، الان خوب میفرسته. ولی من اینجا ببین چی کار میکنه. وای داره بهش میزنه. خب اوکیه. ایول این چوبم فرستاد. تمام، یه دمیج عالی میدیم. اوکی شد. خب این که خیلی دمیج نمیبره، باید برم سراغ این فشفشه. بشکه گابلینش که خیلی دمیج نمیبره. خب بریم سراغ جلاد. الان خوب میفرسته. تسلا آماده. برو. ایوه تمام. والکری حالا بریم حمله دیگه. تمام، اینم یکم دورتر بفرستیم. گولش میزنیم. گول خور. ایوه گول خور. خب تمومه دیگه، احتمالاً شکست میخوره. خوب میفرسته. تموم، شکستش میدیم دیگه اگه اتفاق خاصی نیفته. والکری اینم که برات نذاشتم یه دستی بزنه. خب اینجا از پشت حمله میکنیم. این فشفشه حال هممونو میگیره. این هم واسه دفاع بفرستیم. تموم. خب والکری یه گابلین هم بفرستیم.
کاری با این ندارم. واقعا سخته این که خوب که نمیتونه کاری بکنه. این چی اصلا جلاد پرتش میکنه. دمیج بزن دیگه، ولی داره دمیجش داره به من میرسه. این فشفشه خیلی واو. خب دوتا بفرستم. ایول جلاد، زود باش کارتو بکن. یعنی بفرستیم، زود باش. نمیدونم چرا راحت میتونم تمومش کنم. زود باش دیگه. حالا بردم، خستمون کرد. خیلی آسون بود. تعجب اینا چجوری تونستن کاپشون رو به اینجا برسونن. اصلا کارتاشون خیلی پایین بود. بریم یه حمله دیگه بزنیم، ببینیم اینجا چه اتفاقی میفته. خب یه بومبر. خب سپارکی. وای سپارکی. حالا من ضبط دارم، آینه هم دارم، میتونم 2 تا ازش بفرستم، ولی خیلی خطرناکه. مگا شوالیه نداشته باشه. دیدی چی گفتم؟ بزن. ایوان همینطوری که گفتم نداشته باشه. داشت. وای فکر کردم الان میزنه. یعنی من بس زبونم ببندم. گفتم نداشته باشه، یعنی مستقیم همون چیزی اومد که نمیخواستم بشه. خب حالا فکر نکنم، ولی زاب ولی خب فکر نکنم بتونه منو شکست بده، چون از الان معلومه که بازنده است. ولی باید تمام سعیمون بکنیم و دفاع کنیم. من لامبورجک رو میفرستم. فکر کنم اسپارکی میخواست نه، نتش رفته. خب میدونست از الان داره میبازه، نه انصراف داد. میدونست که میبازه، انصراف داد، گفت که چرا وقت خودش رو منو تلف کنه. تمام، بدون هیچ دردسری، بدون که یه آسیب به من بزنه، من کارش ساختم. اوکی، بریم ببینیم. خب اینجا چه داریم؟ خوبه. اینجا اوکی، 3 ستاره. شکلک نمیخوام، یه چیز بهتری بده. شکلک واسه چی میخوام؟ خوبه. کاپمون اگه بیاریم 8500 خیلی خوب میشه، چون هر بار که به این منطقه ها میرسیم کاپمون سیف میشه، بعد از این پایینتر نمیره. الان کاپ من از 8000 پایینتر نمیره، یعنی هر چقدر ببازم هیچی کاپ ازم کم نمیکنه. خب ما اینجا اینو امتحان نکردم، این جدید اومده، انتخاب کارت تکامل جلاد. حالا من که تکاملش دارم،
بریم یه دورم از این بزنیم ببینیم چه اتفاق میفته. خب کدومو برداریم؟ من به نظرم این اسکلتا خیلی بهتره. 100% این این راکی هم اسکلتو برم. بریم ببینیم چه اتفاق میفته. خب این خیلی خوبه، این جرقه زن ها خیلی خوبه. این جرقه زن جلوشون رو میگیره. الان مرتار میفرسته، 100% مرتار میفرسته. حالا من فایربال رو فرستم، این جلوش رو میگیرم. خب من این بفرستم، هیچکی نمیتون جلوی این غول برقی رو هرچی اسم داره بگیره. واقعا بد جور. وای داره به برج میزنه کثافت. ای بابا خودم مرتار بهش دادم. وای یه دستم بهش نزدم، ولی ما که میبریم، ما میبریم. فکر نکنم اینطوری بتونه منو شکست بده، مثلا علکیه. خب اینا ببریم اینجا، حواسشو پرت کنیم. خب اینا میزیم. خب فکر کنم الان بربر رو میفرست. مرتار واقعا این طرف هم که برج رو نابود کردن. ای بابا از هر دو طرف دمیج دادن. خیلی سخت با این کارتایی که من دارم اصلا نمیشه بازی کرد. میشه خب یکم باید دقت کرد. من اینو میفرستم، الان فایربال میزنه. فایربال اینجا نه همه میفرستم دیگه. خب وای اینو نمیدونستم که داره. وای نه وای من چیکار کنم؟ هرچی بفرستم جلاد میزنه. نه مرتار. وای نه مرتار خیلی نامرده. مرتار وای همشون نامرده. اینو بزنم اینجا، الان مرتار میشه. نه بعد اینو بهش میدادم. چی بود؟ مرتار واقعا نمیذاره من کاری بکنم. یه دقیقه دیگه مونده، تمام تلاشمون رو میکنم. خب نه وای باخته. وای دیگه نمیتونستم کاری بکنم. مرتار از یک طرف، جلادم از یک طرف. ای بابا. خب ما اینجا یه 9000 سکه دیگه میخوایم تا چکار کنیم؟ یه کارتو ببریم ارتقا بدیم. به نظرتون کدوم ارتقا بدم؟
اصلا اینو ارتقا بدم بهتره یا نه؟ کدومو ارتقا بدیم؟ اینو ارتقا بدیم. من این دوتا رو به نظرم ارتقا بدم بهتره، ولی یکی ارتقا بدیم که استفاده کنیم. این خیلی کارت خوبیه، خیلی کارت خوبیه، معدنچی نیرومند که واقعا یعنی دخل همه رو میاره. من اینو میبرم بالا، اینو مکسش میبرم، این لول 14 ببرم، خیلی خوبه. میبرم لول 12، 7 تایی دیمونده، لول 13 ببریم. چقدر چون 75,000 تا میخواد. خب من اینجا اینو باید ببرم بالا. من اینو کتابش دارم، نه روی این تاثیر نداره. این واسه چی استفاده میشه؟ اینو رو اینا هم میتونیم استفاده کنیم. درست، اینو نمیدونستم. این 12 بودم بس. خوبه. خب من فکر کردم میتونم اونو ببرم بالا، اینو میتونم 13 ببرم. این ولی این خیلی کارت خوبیه، خیلی کارت خوبیه. یه حمله دیگه میریم، بزن میریم. بتونم چند روز دیگه کاپمو بیارم 8500، خیلی خوب میشه. خب اوگ چیزی داره، شاید بالون. بیا اینجا. وای نه، اینو میدونستم بالون داره. این تسلا خیلی دور فرستادم، وگرنه میومد سمت بالون. ولی اول به این چی بهش میگن، نه شوالیه میزد. بالون خیلی ترسناکه، ولی باید یه کارش بکنم. لامبورجک بزنیم اینجا، به جلاد نزنه. این هم بزنیم، شاید یه دمیجی بدیم. چوب داره، چوب. ایوان به برج زدم، اوکیه. الان بالون میفرسته، این رو باید آماده باش کنیم. تسلا. خب نفرسته، این باید اینجا بفرسته. خوب یه زب. اوکی تونستیم دفاع کنیم. خب این تکابان جلادم داریم، خیلی باعث میشه جلوی حریف رو بگیریم. خب من اینو میذارم اینجا. اینم از دور میفرستیم. ایول، ولی وای از دور فرستادم، فکر نکردم این چوبو میفرسته، الوار میفرسته. خب من الان باید این واسه بالون خودم آماده کنم. خب میفرسته. خب یکی دیگه و الوار. وای فکرش نکردم،
خیلی آدم غافلیم. دوباره بالان. من این جلاد میفرستم کمکم میکنه. خب حالا خوب پیش رفتیم. الوار بفرست، به جای خوبی بفرست. خب یکی بزن دمیج بزن. یکی دیگه هم میفرستم. وای الان وقتش نیست. یه زپی بزنیم یکم کند بشه سرعتش و الان باید دفاع کنیم. وای چجوری سریع فرستاد. زود باش. وای خیلی حساسه. من اینو میفرستم اینجا. یا خب اوکی زود باش. الوار باید جلو. ای بله زب بردی. آفرین به تو. خب بریم دیگه رو باز کنیم. 3000 تا 400. یه بعدی هم یه حمله دیگه هم بریم اینجا این صندوقا ببینیم چند ستاره میشه. خب این یکی هم ببریم خیلی خوب میشه. خودمونیم ما. خب یه بشکه بزنیم. وای خب اوکی یه دمیجی داد. جلاد خیلی از این میترسم. میگو شوالیه باختن. بیا اینجا. بیا اینجا. خب لش کنید منو لکر بزن. ای وای لامبورجاک یکم سریعتر می اومدی. خب بزن لش کن زود باش. بزن لش کن اگه میتونی لش کن. چی دارم میگم؟ وای وقتشه این بفرستم. اوکی نه اوکی آفرین ولی خیلی دمیج داده. وای ایول yes baby yes. اینجوری این منم چه کار میتونی بکنی؟ این منم. خب نگاشه ولی اینجا هم باید بشکه گابلین رو در نظر بگیریم. ولی بشکه گابلین کن. من اینجا وای کاش. خب اوکی تموم دیگه. بردیم 12 ثانیه دیگه 10 ثانیه تموم دیگه. الان بشکه میفرسته بالون. تو از اول بالون نفرستادی. عجیبه.
این یکی هم بردیم. خب یه حمله دیگه بریم و 6 ستاره دیگه 6 تا تاج دیگه بگیریم تا ما این صندوق ها رو بگیریم. خب این یکی هم باید ببریم، ما شکست ناپذیر هستیم. خب زود باش. بولر وای بولر یه متر سنگش اون طرفتر میره. این چه کاریه بولر واقعا؟ بیا اینجا تو هم برو اونجا. وای بولر دخل همه رو بابا. این چه کاریه بولر؟ وای این گرواد هم داره، خیلی بده. وای کماندار وای خیلی دمش داد. یکم برو اون برتر. زب وای اگه روی برج میفرستادم بهتر بود. خب یکم حواسش پرت کنه. گرداد میفرسته. خیلی دمش داد. نه اینو باید ببریم. ما تو ویدیو اصلا نباختیم. این یکی حالا به غیر از اون چالشه ولی بقیه رو همش بردیم. گردباد میفرست. ای خدا بگم چی کارت کنم. سم داره. سم از یه طرف باید از این طرف. خب آماده باش. از این طرف بفرستیم. باش زب. نه خب اوکی اینجا هم قبرستون رو میفرسته. ما هم از اینجا غافلگیریش میکنیم. سم وای اون ما رو غافلگیر کرد. وای الان یه چند تا سم بزنی تمومه. باختیم. نه من نمیذارم. این یکی واقعا سخت بود. بپذیریم که این یکی واقعا سخت بود. نمیشه تمام حملات رو من ببرم. یکی دیگه من باید اون صندوق ها رو بگیرم. وای لول 15. این یکی حالا بدتر. این یکی حالا 100% میباسه. 100% این یکی میباسه. چی کار داری میکنی؟
فکر نمی کنی کمان نیاز داری واسه بشکه گابلین؟ فکر نمی کنی؟ خب چرا هیچی نمیفرسته؟ شاید نت نداره. نه احساس میکنم که میبازم. میگه شوالیه؟ فکر کردم الان میگه شوالیه میفرسته. خب وقتشه. وای یکی دیگه میزدی همه یه برج نابود کرد. به نظر باش چیکار کنیم؟ نه تموم فاتحمون خونده است. الفاتحه. خلاص دیگه این یکی دیگه زایه باختم. وای اسپارکی قرار بود کاپم بره بالا 8108. اول با این ترکیب میرفتم، خب بعد ترکیب رو تأخیر دادم. بزن بریم. باید 4 تاج دیگه بگیریم. قرار اون صندوقا رو باز کنیم ببینیم چه اتفاق میفته. خب چجوری همه رو لول 15 میکنم؟ من به زور تونستم یکی رو لول 15 کنم بعد چند هفته. بزنیم شاید دمیجی بده اگه چوب چیزی نه. بله این چوب همیشه کار خودشو میکنه. نه stop. ای بیادم این چی کاریه؟ گولم یخی میفرستن جایی که نباید بفرستن. چه وضعشه؟ وای موشک نفرستن. چه خیالایی میکنم موشک دارم. خب یکم دورتر میکنم والکیری که الان والکیری میفرستن. گولم نمیخوره. بعد دوباره بشکه میفرستادم. نه بعد دوباره بشکه میفرستادم اونجا. وای میبرم. تونی نیست که بباسم. باش واقعا خیلی سخته. نه اوه تکامل این چی بهش میگن؟
خیلی بده تکاملش. پشته که الان یکی اوکی دمیجش بیا اینجا. ایوه واه والکری آماده کنیم. ای والا چشم فایده. چی کاریه؟ وای چرا به خوب نزد؟ خب اوکی وای این فایربال داره میخواد برج نابود کنه. وای 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 وای. چی شد؟ نت ضعیف بود. فکر کردم این برج زدن. وای نه تو این ویدیو یه باخت سنگینی داشتیم ولی خب در عوضش یه برد قوی هم داشتیم. 2 ساعت و 57 دقیقه دیگه این صندوق باز میشه. یه این حمله لیگ بریم تا 2 تا تاج بگیریم و تمام. واقعا دیگه حال آدمو به هم میزنم خودشون حمله کردنشون. بذار ببریم دیگه. باش اوکی بردم فکر میکنه میتونه منو شکست بده. خب بریم پیکا نه پیکا که چیزی نیست. باید یه چیز گنده تر برام بیاری. یه چیز گنده تر داری؟ فکر کردم گابلین نیست. این باید همه جا باشه. خب چرا؟ این مگه شوالی همه جا است. حالا خواب میدونم. بیبر ولی اینکه بردیم می 2 تا تاج بگیریم و بس سلام. تکامل پیکا نو. الان میگه شوالی هم میفرسته بدبختم میکنه.
جان چه حرکت سمیه. خوردی خواهی با اینا من خام بکنی. خوردی حالا چی کار میکنی؟ غلط کرد. بشکه میفرسته. بشکه تموم دیگه. 2 تا ضرب بزنیم تموم. حالا این لامباده کنیم خلاص. اوکی شد. اینم بردیم. خب بریم ببینیم. این همه سعی کردیم، این همه گفتیم ببریم. ببینیم حالا تو این صندوق چی به همون میده. این همه صبر کردیم. 2 ستاره واقعا. این همه سعی کرد. خب ولی واو اینجا بود. این 2 ستاره است. این 3 ستاره. ممکن این 3 ستاره اصلا 4 ستاره داره، ولی مثلا بعدش کجا بود؟ اینجا این 3 ستاره است. این یکی 4 ستاره. ممکن این 100% این 4 ستاره 5 ستاره میده. من اینو تو صندوق 5 ستاره گیرم اومد. کجاست؟ اینو من اینو تو صندوق 5 ستاره گیرم اومد. واو خیلی خوب شد. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. به پایان ویدیو رسیدیم. لطفا برای حمایت من ویدیو رو لایک کنید و اگه دوست داشتید یه نظری هم بدید. با تشکر.